آینده آن مادران و آن دختران تاجیکی که تقلیدکاری، سیاه‌پوشی و دیگر لباس‌های بیگانه سر کار دارند دانند که روزی میرسد بدبختی به سر ملت میآید. اول شما سوال و جوابش جواب میدید. برادران بسیار عزیز و گرامی، مکر فریب چنین ددمنشو را نخرید. این بدبخت دانسته یا نادانسته تیشه در ریشه اسلام زده ایستاده. اندامی بعضا بانوان و مادران سر لباس و پایافزال آنها را نگاه میکنید، عیب است به شأن و شرف ملت تاجیک این طرز لباس پوشی، بیگانه پرستی، اینقدر تاریخ و مدنیت و فرهنگ ملت تاجیک را زیر پا کردن عیب است، شرم است. من اشاره کردم خداپرستی، خداجویی، قلبت خطی اعتقاد کن. پناه به خدا. ای مسلمان نامسلم آمدی، در وفا از کافر کم آمدی. کاری را اینو کردم به خدا قسم دشمن در یک جایگی انجام نداده بود. یک تاریخ نظر کنه. Во время бунта в Хужанской колонии номер 3 погибли около 50 человек. Количество раненых пока точно неизвестно. 6 охранников находятся в больнице. Такие данные обнародованы сегодня. В одном из госучреждений Таджикистана корреспонденту таджикской службы «Радио Свобода» Узоди показали список погибших при подавлении бунта. Там было не менее 50 фамилий. Сфотографировать список, правда, не разрешили. Ранее различные источники сообщали о 24 погибших. Двое из них, сотрудники колонии, майор Мирсаид Кадыров и Эхсон Йокубов, были похоронены в Худжанде и Мачинском районе. Официально власти по-прежнему не комментируют сообщения СМИ о бунте в колонии. Тем временем нашим корреспондентам стало известно, что убитых при подавлении бунта заключенных хоронят в закрытых гробах. Почему, непонятно. Процесс похорон проходит под наблюдением сотрудников милиции. قتل کردن یک شخص بدون گناه مثل قتل کردن تمام عالمیان است. خداوند متعال در قرآن عظیم شان تاکید کرده است: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. هر کس یک شخصیت را به گناه، یعنی به کشتار، به رهزنی، به قتل میرساند، از روی گناه آنچنانی است که گویا یکایک بشر را کشته باشد، تمام مردم روی زمین را کشته باشد. در گناه هر دش برابر است. رمضان اون آسانی‌هایی که در مذهب ما هست در دیگر مذهب‌ها نیست. انا میره مردم فهمونه. خصوصا آدمان بیمار. رسول اکرم در قید حیات چند سال حیات دید؟ 63 سال. 63. بله. شما بیارین یک در یگان جا از خاطرات از صحابه و از دیگر شخصیت‌های وی یگان مراتب حضرت معبد یگان شخص را حتی یهود را نامسلمان گفت؟ نه. نه. در عقیده ما حتی پیر مذهب ما امام اعظم در یگان جا گفت حکایت‌ها حدیث‌های خیلی زیاد است. نیست. این چیز نیست. درست جناب عالی. همین طور نیست. همین خیلی است جناب عالی. بله. البته این روزه گرفتن در همه مسائل فقهی بیان شده است که کسانی که بیمار هستند، فرزند شیرخواره‌دار هستند، یا یعنی در آیت قرآن خودش آیه سوره بقره آمده است. آیت نمیخوانم چون که جناب عالی اون سخن‌هایی که شما گفتید همش آیت، همش حدیث بود. یعنی من اینجا اقتباس نمی‌بیارم. اصلا در ماه مبارک رمضان فقط هدف روزه نیست، نخوردن و نآشامیدن نیست. در اینجا دادن زکات، دادن صدقه فطر و آدمان کم بضاعت. ما شکر میکنیم که در زمان ما مسکین نیست، یا که در قرآن مسکین و فقیر گفته است کسی که همین روزه طعام دارد و فردا و ندارد. ما شکر میکنیم که در تاجیکستان چنین شخصیت عموما وجود ندارد. مردم ما دستارخوانش اگر که ما گوییم 30% کم بضاعت هست، همه خانه کم بضاعت به درایم هم که وای چند وقت طعامش هست و لباسش هست و اگر محتاج نیست. طلبات قرآن مجید حدیث‌های رسول اکرم را به نوبت گیریم، همین شب و روز 60% اهالی تاجیکستان روزه گرفتن نمیتونن. درست. مریض است، کسل است. اگر نرود، من همین عائله که دیخانه که 10 تا 12 تا فرزند دارد، یا 7 تا 8 تا فرزند دارد، یا 5 تا 6 تا فرزند دارد، زردالو در ادیر پخته رسیده است.
اگر نرود در حرارت 40 گرادوس او را جمع آوری نکند و با فرزندا خوش نکند و پگاوی نکند وای زردالو نگاه کردن نمی‌ایستد که کی رمضان تمام می‌شود وای از روزی فرزندان اهل خانه و بیت محروم می‌شود سختی می‌کشد گدایی می‌کند طلبندگی می‌کند فرزنداش مریض می‌شود از گرسنگی این روزی سختی نیست واقعا آنچه که جای تعجب است آن است که هر کس دعوای فتوا دادن میکنن امروز جامعه به حد بی صاحب مانده است که دیگه هر کس دعوای مفتگی و دعوای فتوا کردن میکنن در صورتی که برای آنکه شخص حقوق فتوا دادن پیدا کند باید از کل آیات محکم قرآن آیاتی که وابسته به ارکان است آگاه باشد احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به کلگی داند و حتی اگر 10-15 کتاب هم که خوانده باشد تا زمانی که در نزد یک عالم متبحر تعلیم نگرفته باشد زانوی تلمذ زده و همه علم فتوا را نآموخته باشد برای او رخصتی فتوا دادن نیست این فتوا کاری اندک نیست هر کسی که فتوا به غیر علم دهد گناه شخصایی که به همون عمل میکنن در ذمه فتوا دهنده است در فتاوای عالمگیری گفته می شود که کسی که نانوای است در جای گرمی کار میکند یا در یک کارهای مشکلی هستند آنها مانند همون بیمار هستند در مسئله یعنی خوردن روزه اجازه داده می شود مثلا امروز حاضر ما افتخار میکنیم فخر میکنیم با نیروگاه برقی آبی روغن 18,000 کارکرده ایستاده است 18,000 ساختمانچی اگر آنها همش میباشیتون روزه دارن ماه سپتامبر نه یک سال پس دیگه به استفاده دادن نمیتونیم وقتی که به استفاده ماه نوامبر دیان ما 200 مگاوات یعنی در فصل زمستان برق میگیریم که مردم تاجیکستان مثل زمستان گذشته زمستان اذیت نمیکشن با گرمی تمام میشن قریب 9 میلیون اهالی این کاری ثواب نیست این کاری ثواب است بهترین کار است کاری هم ثواب خیر است به خدا پناه میبریم خدایا از خران ما را نگه دار از این خرداوران ما را نگه دار این هم خداوند فرموده است که افسوس که ما امروز رعایت نمیکنیم آنها همه در 18,000 در چقوری تگی زمین 300 متر کار میکنند راست اگر خدای نخواسته روزدار باشه سر از چرخ زند گروسه ماند میزند از بلندی 30-40 متر میباشد و فرزندش هم یتیم دیگرش هم وای این بسیار خطر دارد بعد خودی سختی اونجا با دوای درست هم نیست چنین یک عالمی را نمیدونیم در جامعه که ما هم سن سال و الحمدلله به 55 رسیده است اما تا هنوز چنین یک عالمی را دانشمندی را به همین نام نمیشناسم این کس کی است که خودش از پیش خود به زعم خود دعوای فتوا دادن میکرده است امام اعظم 1300 سال پیش همین را بیان کردند جناب عالی که اگر در کار مشکل باشد و از روزه آزاد است در همه کتاب ها از آن جمله در فتاوا بینن من علما همشون اهل علما نشسته‌اند این هست اینا آب در آسیاب دشمن میریزند اینا کسایی هستند که همو برآورده و نقشه های دشمنا را پیاده میکنند در حیات و آخر دعوانا ان الحمد